قسمت دوم، تاریخ راجع به برد. این برده اجداد من متاسفانه از 100,000 سال پیش وایی میلیون ها از اجدادتون کشته. نه همین سلاح الان این نبا که تو نبایی اجداد من کشته نمونه برکشی. جنگ دوم جهانی روانی 45 میلیون نفر کشتید. گذشته تمام شده بگاره. این برد سلاح بسیار خطرناک. فقط باید حواست بادش فرار کنی. به خدا هری یکی بزنن 24 ساعت هم نونیت هم اوته. ایران سیل کو بوشگو. خلاصه الان در لرستان بختیاری فلسطین اشغالی از این استفاده میشه. هر جای ارتشی ما عرض اندام کنه نیروهای مردمی جلاور وایی بهش حمله میکنه. و همین میلیون ها سال هم سابقه سلاح، مرگم نداره، هیچیش هم نمیشه، مشکل هم نداره. عرض بزرگ شما است که هیچی هم خیروش نمیکنه. در همه مواقع هم شب روز بارون اینا میشه ازش استفاده کرد. این برد البته این بستگی به نوع بردش هم داره. برد با هم مثلا نیم کیلو بیشتر با آیا برد مثلا 50 گرمه خواهیشی نونی بکشی. این هم درس تاریخ امروزت. عرضم حضور داره. خلاصه ایجوره اجداد ما متاسفانه کشتن. شما هم جنگ دوم شروع که گذشتیم. همه گذشتیم هم تو بذار. خداحافظ شما.